نانو تکنولوژی در پاهای گیکو. گیکو یا چلپاسه یا به گفته دوستان ایرانی مارمولک دیواری موجودی شگفت‌انگیز است که می تواند حتی روی سطوح کاملا صاف مانند شیشه هم به راحتی راه برود. دلیل این توانایی خارق‌العاده وجود میلیون ها مو یا پرز بسیار ریز در کف پاهای اوست که در نوکشان ساختارهای چسبنده بسیار خردتری قرار دارد. این سیستم به مثل یک فناوری نانوی طبیعی عمل می کند و با استفاده از نیروهای جاذبه مولکولی که به آن نیروی واندروالز گفته می شود، به گیکو اجازه می دهد روی شیشه، دیوار و حتی سقف بچسبد و حرکت کند. دانشمندان تلاش کردند با الهام از این ساختار طبیعی فناوری های چسبنده مشابهی بسازند، اما هنوز نتوانستند دقیقاً همان سیستم پیچیده پاهای گیکو را بازسازی کنند. این مکانیزم ظریف و قدرتمند نشان دهنده شگفتی های خلقت در طبیعت است. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً صفحه ما را فالو داشته باشید.